خیر، هر کس خوند برای خودش میخوند. من هر درس این نامه میگیم. مرحمت درای ممکن است بیا عالیم بیاید شرم ندارید عالی گفت. عالیم بشوی نصیب باشد. خوش دفترچه امتحانیت مناسب. آفرین. برابر. البته دشوار است. سه نقش، سه خصلت، سه خاراکتر، سه سین سال، سه طرزی مثلا پردازگری، لباس پوشی، سخنرانی. این البته کمی مهنت رو طلب میکند، کمی جستجو رو طلب میکند. یا توبه، من نمیخوام کنیزک شیدم. شوهر ای پیشترمه گفتم که گوش کن، من یک شرط دارم. لباساتا خودت میشوی و خودت اتیوک میکنی. این دستاکوی ما باید او بخنده بسیار نرسم. مقصدم با اون روانه نشده است که نقش زن رو فرام، لیکن همون صحنه انتخاب کرده ای من یا که اون خوشگویی ها یا اون ظرافتی که پیدا میکنم یا لطیفه یا صحنه کوچکی در اونجا حتما قهرمان زن پیدا میشه. بعد از این لحاظ من کوشش میکنم که در اونجا زن رو فرام. مقصدم مخصوص برای زن آفریدن نیست، بلکه زنی چون زنی آفرام که به عزت نفس زن ها نرسد، زنی زیبا باشد، زنی حاضر جواب باشد. شیشتم رفتم یکی ترمزاش نخپید که هر ما قریب رفتیم در دور جریب زنیم. نبیرامون مورا لطیفه کردن که بابام انجیر نام داره و مامام شکر، هر شکر درم چقری میزدن میشیدن انا او چی پویدلا و شیرینه کنم نمورا بابا. مثلا در وقتی ثبتم مثلا اون اطرافیانم میخندن، مجبور میشم دوباره هم خنده میشد، 3 بار. اینم یک دستاورد است. من فکر میکنم پس من درست در روی درستم که میخندم. میبخشی خاله جان به همین چختی دمون دسترخانه بم نبودی؟ لا دسترخانه خوب کلینی جون. اینه دسترخون، اینه نونا کلینی جون نمیشه که به همین چختیم برم قوری طوری کلین لقتی و چای ترزویدگی بربرک بکنم به همین چختی به همین چختی رحمتی کلان خاله جان به همین چختی بسیار چون شده است که مثلا اون قهرمانی را که من آفریدم میگه این فلانی کس نیست، که عیناً همین آدم همسایه من است، عیناً همین واقعا در مثلا دهه ما شده بود. این خیلی چیزا بسیار شدن. سرایندگی هم میکنید؟ سرایندگی من به کسب من وابسته است. مثلا اون نقشی که در اونجا مثلا سرود خواندن بسیار قهرمان باید سرود خواند و این خیلی دعوای سراینده حرفه‌ای یا که آفیسی حرفه‌ای بودن رو ندارم. البته و این بسیار یک کسب علایده است، کسب بسیار مشکل است و بیشتر در کدام نمایشنامه مثلا نمایشنامه لکوپک بود که در اونجا سرود میخوندم، نمایشنامه ارشین ملال هم بود که در اونجا سرود میخوندم، نمایشنامه مثلا نورسی مشفقی بود که در اونجا سرود میخوندم، همچون قهرمانی آفرام که در اونجا من رو میآفرم. Кто придумал, что тебя я не люблю, я каждый жест, каждый взгляд твой душе берегу, твой голос сердце мое звучит всегда, но никогда я тебя разлюбить не смогу, и ты люби меня. چرا مکتب خیش رو نمیکشید؟ مگر شاگرد تربیه کردن نمیخواید؟ تشکر به شما. این یک سوال بسیار خوب است و من دیر گذارم این نیت هم هستم که مکتبی خود رانه واقعا یک امکانیت فراهم باشد که من خلال 10 نفر شاگرد رو پیدا کنم و یک تئاتری مثلا تبسم، یک تئاتری مثلا که در اونجا یک جوانان زنده دل رو پیدا کنم و صحنه‌های چنین خوب رو مثلا به تعیین هم این دیر باز آرزو رو دارم و
شاید این تئاتری مثلا کوچکی ما که تبسم است یا شوخی علاودین است عملی شود. رازهای دلی هنرمندان رو به جز خودشون کم کسان میدونن. در حقیقت راست است. مثلا وقتی که من فعالیت ایجادی یوری نیکولی رو خواندم و با اون سوال دادن که چرا مثلا همیشه موی سرت رو سیاه میکنی. یوری نیکولی گفت که آخر من مسخره بازم، من کلوم. وقتی که من به صحنه میبرم در سیرک هنرنمایی میکنم ناگهان میافتم چون مسخره باز تماشاگران میخندن و من با موی سرم رو برای سیاه میکنم که کودکانی که در آنجا نشستن میگن که اوی بابایم غلطید نگن مسخره باز غلطید. مدامی که مردم ما رو چنین قبول کرده است ما باید نشون ندیم اون چیزی دردی نهانیمون در اون پرابلممون، یعنی مردم ما رو با چنین تبسم و چهره گشوده با خنده بینن. گرچه که در چشم ما شاید که غم هم باشد لیکن نه با تبسم خنده. به هر جایی که باشی جانی من خوش باش، گلی باغی بهاری من خوش باش. به هر جایی که باشی جانی من خوش باش، گلی باغی بهارکی من خوش باش. بیبی جان آدم از خاک پیدا شد یا از میمون؟ البته آدم ای میمون شیدای، آدم ای میمونک میمون کشیدای. البته ای میمون شیده توبه کردم، ای چی بشینه باشم. اینه باشه یوشم موندم که صبح شم دو باشه که سولی میوه شفتالو مخشوش در من. بابا جان آدم از خاک پیدا شد یا از میمون؟ توبه خودم از خاک شدگه بچه از خاک. چه؟ آخه بیبی هم میگوید که از میمون پیدا شده است. بیبی؟ بیبی هم میگوید. به هر جایی که باشی جانی من خوش باش، گلی باغی بهاری من خوش باش. تو بچم مولودی خدمت میدادم مولودی بیبیت کار ندارم موندم بچم.